بچه ها محصل شدن، مامانا چرا انقدر خوشتیپ شدن. امروز صبح زود هلی شلوارا کشیدم بالا، چادر سرم کردم با عروسم بریم نوامه ببریم مدرسه. سال اول مدرسهش بود. رسیدیم دم مدرسه، من خوابالو خمار یه دفعه دیدم چی میگی؟ مامانا همه خوشتیپ، موهاش نیون کرده، آرایش کرده، مژک هاشته، اصلا یه وضعی انگار اومدن عروسی. عروس من یه دونه کفش پاش نبودم پوشیده بود، پاشش انقدر بود، تخ 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 تو مدرسه راه میرفت، برای همه هم قیافه میگرفت. بودم وا چرا قیافه میگیری؟ میگه واقعا اینجا مدرسه خاصی است، بچه من ثبت نام کردم. بودم خب اونا هم بچه‌شون همینجا ثبت نام کردن دیگه. مادرها با هم دیگه صحبت میکردن. این میگفت من بچه‌م از 3 سالگی فرستادم کلاس نجوم شناسی، اون یکی میگفت من واسم بفرستم تهران. دیگه گفتم یه وقت جاده خطرناک است، گفتم همینجا بیاد بره قزوین. اون یکی میگفت من می‌خواستم بچه‌م بفرستم بارسلونا، کنار درسش برد لاماسیا فوتبالش هم ادامه بده. راستی شما چند وقت از بچه‌تون اینجا ثبت نام کردید؟ اکیتون نوبتی؟ یکی گفت من 5 سال است، اون یکی گفت من 6 سال است. عروسم گفتم ما آشنا داشتیم بچه‌ها اینجا ثبت نام کردیم. گفت نه ما 7 سال پیش بچه‌ها را ثبت نام کردیم، تازه همین باردار شدم اومدم بچه‌ها اینجا ثبت نام کردم. باورتون میشه؟ معلما رو نگم براتا، خوب، همه خوب، یکی خوشگل‌تر گرده دست، مرتب. خدا شاید است این معلما زمانای ما بودن ها، من تا دکترا درس من ادامه میدادم. همه خوشگل، بررودار، گرده گلنبه. و معلمای زمان ما سیبیل داشتن یکی انقدر اصلا بند جواب نمیداد برای سیبیلای اینا. سیبیلای اینا رو باید با داست میزدی. مادرارم که نگم براتان دیگه، اصلا انگار اومدن عروسی. یه لحظه من دیدم یه باد خنکی دارد میاد تو مدرسه، فکر کردم پنچر روشن کردن، دیدم نه مامانا دارن پلک میزنن، همه موژکاشته اینجوری. ایشالله که همه این بچه ها خوشبخت بشن، موفق بشن، نوه خودم دکتر بشد زانوی من عمل کند، وکیل بشد از حق من دفاع کند، یا مهندس بشد خانه ما قدیمی شد بیاد برامان درست کند. خدا پشت و پناه همه بچه ها.